کنار هم دیگه یه آمین بهش بگیم و از خدای مهربون، از خدای آسمون ها بخوایم که کمکمون بکنه و عنایت بکنه اون خواسته رو که داریم. خب بعد چند روزی هم نیایش‌های مختلف خوندیم. امروز مناجات و نیایش ما متفاوته چون در قالب شعره و متعلق به خانم یاسمن فتوریچیه که برامون فرستادن. اگر موافق باشین من این شعر و این مناجات خانم فتوریچی رو برای شما میخونم. کمکم کن، کمکم کن که بدون تو نمیرم، کمکم کن که بدون تو نمیرم، کمکم کن که در این کویر وحشت بجوشد زمزمی جان بگیرم. کمکم کن به تو محتاجم هنوز، مددی کن که گرفتارم هنوز، عاشقی سرگشته و زارم هنوز. کمکم کن که نفس از تو بگیرم، این چنین غریب و بیکس در این غربت نمیرم. کمکم کن تو بزرگی من حقیرم، تو خدای بخششی و من فقیرم. کمکم کن تو بزرگی و حقیرم، تو خدای بخششی و من فقیرم. من که توشه‌ای ندارم، پشت ایمانم شکسته، آبروی رفته ام را کمکم کن بازگیرم. و کنون آمده ام به شوق تو، خوانده ای دل را و دل خواهان تو. مددی کن که در این حال نمیرم، گفته ای توبه کنید و میپذیرم. گرچه 100 بار شکستم توبه را باز میآیم، گرچه 100 بار شکستم توبه را باز میآیم. باز هم عفو تو را میطلبم، باز میآیم. خدایی که همیشه این وعده رو داده که اگر 100 بار توبه شکستی بازای، خدایی که اقیانوس بیکران رحمت و بخشش و مهربانی توی صبح خوب خدا از خدای خورشید بخواهیم که ببخش ما رو. فتوریچی که این کار رو برای ما فرستادن، این شعر قشنگ رو براشون آرزوی موفقیت میکنیم. قسمت بعدی حاضره، بریم یه قسمتی رو با هم تماشا بکنیم